به نام خدا. رهبر هستم از گروه مهندسی عمران نوین. در خدمتتون هستیم با آموزش نرم افزار اتوکد 2017. تو این جلسه میخوایم با نوع بعدی خط آشنا بشیم. گفتیم که خطها چند تا روش‌های مختلفی دارن واسه رسمشون و خطوط مختلف، انواع مختلفی داریم. تو این جلسه میخوایم با نوع بعدی خط آشنا بشیم که حالا خب بنا به تجربه میگم کاربرد زیادی نداره، ولی به عنوان یه اشاره میگم که فقط جزء دستوراتی که یاد گرفتید باشه و بلد باشید و اون هم املاین هست، مولتی لاین، خطوط موازی. خب دستورش املاین تایپ میکنیم، املاین اینتر رو میزنیم یا ام حتی ام واسه من کار نمیکنه، عوضش کردم اینا رو. میبینید که مینویسه اسپسیفای استارت پوینت، درسته؟ خب من الان همینجوری میکشم فعلا بدون اینکه توضیحاتشو بدم. میبینید که چجوری کشید. اومد من این خط رو کشیدم، اومد با یه فاصله این یکی خط رو زیرش کشید. خب حالا چرا زیرش کشید؟ چرا بالاش نکشید؟ و این فاصلش چیه؟ این توضیحی که الان من باید بدم. با دستور املاین تایپ میکنم. جاستیفیکیشن همینه که کجاش بکشه، بالاش بکشه، پایینش بکشه، بالا پایینش یعنی من دورش بکشه. این جاستیفیکیشن بزنید مشخصه، تاپ باتم زیرو. اگه تاپ رو بزنید و بعد بکشید میبینید که اون خطی که شما میکشید و به عنوان تاپ در نظر میگیره و میاد زیرش خط میکشه. اگه باتم بزنید میاد اون خطی که شما میکشید و باتم در نظر میگیره و بالاش میکشه. اگه زیرو بگیرید اون خطی که کشیدید و وسط میگیره و دور رو برش میکشه. خب فاصلهش اینا از هم چقدر توی اسکیل مشخص میشه. میخواید به چه فاصله از هم رسم بشن؟ مثلا من اینو میزنم 5 و بعد میکشم فاصله این دو تا خط موازی از هم 5. درست شد؟ پس این شد ارتوم روشن بود، این شد املاین. مشخصه. پس این یه آبجکت یک پارچه هم هست، یعنی جدا از هم نیست. تفاوتش با لاین هم همینه. این دستور املاین که گفتم کارایی خب زیادی هم ممکنه نداشته باشه، ولی گفتم که خب آموزشتون ناقص نباشه. میریم سراغ دستور بعدی که خب دستور بعدی هم کم نیست کاربردش، معمولیه، جز دستورات ترسیمی معمولیه. دستور آرک، کشیدن آرک یا یک منحنی. آرک هم مثل دایره که روش‌های مختلفی واسه ترسیمش داده بودن بهمون، تو آرک هم روش‌های مختلفی هست. قبل از اینکه من این روش‌ها رو بگم خود دستور رو میگم. آرک اصلا چیه؟ من دستور آرک رو تایپ میکنم، میگه specify start point، specify second point و specify end point. درست شد؟ این اومد از این نقطه به این نقطه به این نقطه آرک رو به این طریق رسم کرد. این طریق دستور تیری پوینته در حقیقت که آرک به صورت دیفالت به این طریق رسم میشه. حالا شما فرض کنید میخواید جور دیگه رسم کنید. من فقط یه نقشه باز کنم که راحت‌تر روی اون خیلی خوب. شما فرض کنید روی این نقشه میخواید این در و این انحنای در رو بکشید، درسته؟ حالا اینا رو جلوتر، خب اینا توی قسمت پیشرفته اتوکد هستش که اینا رو به صورت بلاک و به این شکل بکشیم. فرض میکنیم ما اینو بلد نیستیم، دو تا دیوار داریم، میخوام یه در ساده به این طریق اینجا بکشیم. خب من میام آرک رو از اینجا انتخاب میکنم. بس تری پوینت همون بود، استارت پوینت. آبجکت اسنپ هم روشن میکنم، آرک استارت پوینت، سکند و اند. میبینید که خب اصلا نمیشه، یعنی بخواید یه چیز بدی در میاد، اصلا نمیتونید بکشید دقیق. خب بنابراین میریم سراغ روش های دیگهش. اینا همونطور که از اسمش مشخصه و نوشته استارت سنتر اند، استارت سنتر انگل، به همین ترتیبی که نوشته شما باید اجرا کنید. یعنی استارت سنتر اند، یعنی شما میاد اول نقطه استارت رو میدید، بعد نقطه سنتر رو میدید و بعد نقطه اند رو میدید. یعنی چی؟ من اینو میزنم استارت، من میگم از اینجا شروع کن. سنتر مرکزش کجا باشه؟ اینجا باشه.
اندش کجا باشه؟ مثلا اینجا باشه. خب حالا من میخوام در رو این ور بکشم، بنابراین استارت سنتر. البته هر بار باید از اینجا انتخاب کنید، نباید خود دستور آرک رو انتخاب کنید. استارت سنتر و با ارتو روشن اند. خب این یعنی چی؟ من اگه آرک رو سلکت کنم مشخص میشه نقطه استارتش، نقطه سنترش، نقطه اندش. نقطه سنتر یعنی چی؟ قبول دارید این یه قطعی از یه دایره است دیگه، هر دایره هم یه سنتری داره. این سنتر اون دایره هست، سنتر این خمه. بنابراین استارت سنتر اند. خب حالا من اگه بیام یه روش دیگر رو انتخاب کنم، مثلا استارت سنتر انگل، یعنی میام اول میدم استارت از اینجا شروع کن، سنترت اینجا باشه، چه زاویه‌ای؟ مثلا میگم 90 درجه. درست شد؟ اومد از اینجا استارت سنتر و این زاویه 90 درجه است. حالا من برای اینکه متوجه بشی یه زاویه کمتر میدم، استارت سنتر و انگلم که زاویه مثلا اینجا میدم 45 درجه. میبینید که زاویه این خط، یعنی من برای اینکه نشون بدم اینو میکشم فقط، زاویه اینجا هستش 45 درجه. این برای این طریق رسمه. استارت سنتر لنز یعنی چی؟ یعنی استارت اینجا شروع کن، مرکزت اینجا باشه، طول این کمان میخواد بگه چقدر باشه. مثلا من میگم 20. 20 انقدر کم بود که 20 زیاد بود، من یا زیاده یا کمه که نمیکشه. به همین ترتیب دیگه بقیه اینا هم رسم میشه. دایرکشن گفتیم جهتشه، یعنی این آرک و این خطی که مشخصه مماس میشه به این آرک. و روش های دیگه اینا مشخص، مثلا سنتر استارت لنز، مثلا سنتر استارت لنز با استارت سنتر لنز یکیه، فقط این باید اول سنتر رو انتخاب کنی، بعد استارت و بعد طول. تو این اول استارت و این اول نقطه ابتدا رو، بعد مرکز و بعد طول رو انتخاب کنید. اینا رو جابجا کردن با هم دیگه. اینا روش‌های مختلف رسمی، خودتون کار کنید کاملا مشخصه، چیز خاصی نداره. سوالی بود بپرسید تو نظرات جواب میدم، مشکلی نداره. به این ترتیب این جلسه هم تموم شد. امیدوارم لذت برده باشید. تا جلسات دیگه، خدا نگهدار.